هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استغفار فرشته ها. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب چنین مژده داد: اگر شخص بگاهی به زیارت بیمار رود، یقین است که 70,000 فرشته او را همراهی کرده در حق او تا صبح استغفار میکنند و در بهشت برایش باغ آماده کرده می شود. همچنین هر کسی که پگاهی به زیارت بیمار می رود، او را 70,000 فرشته همراهی کرده تا شام برایش استغفار طلب می کنند. برای او نیز در بهشت باغ آراسته می شود. دردانه های حقیقت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.